برو. از من روزی شویدم که صراف الله السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. خدایا غیری تو به کسی سجده نکردم، شکر میکنم که نکردم. در نزد من سرخم هستم. اگر وطن، ملت و ایمانمان در سلامت باشد، در آتش سوختن برایم لطف است. لیکن این آدمی که در نزدم راست ایستاده است، از تو برایش رحمت طلب میکنم. خدایا این هم به مانند همه بیگناه تولد شده است، برای خطا رفت. اگر در حقش حکم داده نشده باشد، از دری توبه نگذشته باشد و اصلاحش ممکن باشد و او نیز رحم کن. در مدتی کوتاه به دلش مرحمت را جای کن. ای خدای مهربان، از تو التجا میکنم، در دل این مرد رحم را جای کن. برای چی نمیترسی ای مرد؟ آخر میمیری. آمادم. دارو رو دار. دارو رو دار آخه. چرا حیوان؟ برای چی؟ چی برای چی؟ اگر به من تعظیم میکردی جانت را میبخشیدم. برای چی ها؟ آنگونه گپ میزنی گویا تو به انسان حیات بخشیده باشی، همه چیز در دست تو باشد. لیکن یک چیز را فراموش نکن کلیج دهن، حیات را خداوند بخشیده است. کی جان را داده باشد صاحبش همان است. امانت را به صاحبش میسپارم، چرا شرم کنم؟ اکنون مرا پران کلیش دهن، پران. آوازم نمی براید، به این هم قوه و طاقتم نمانده است. مردی 70 ساله هستم. 3-4 روز پیریم را به جوانی آخرت به عوض کردن راضی هستم.
پران، شاید برای تو شخصی کشته چلم یا اینکه 50 می شود. مرا هم پران، اما این را هرگز فراموش نکن کلیج دهن که روز نوبتی تو هم می رسد، تو هم می میری. من با چنین مرگ دوان می روم کلیج دهن. تو چی؟ تو چخیل می مرده باشی؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. حیوان. نرم نشو کلیچ، نرم نشو. بگذار آنها چه خیلی که باور میکنن همون خیل زندگی کنند. تو جانت را بر وقت از دست داده ای. چی گپ شد؟ ایاز برای محافظت کن، من برای خلاص کردن گل میروم. اکا احتیاط شو. ایاز، با ایاز چیزی می شود. ایاز رو با شیر حمایت می کند. با من باور کن. چه شد سفر؟ آدمان پیچیده اطرافمان را احاطه کردند. حمله میکنم. فرهاد هم در همین جاست. فرهاد گفتی؟ بلا سند. تو بار بیاز، تو بار اومدیم نجات میابی. سلاحت را پرتا. تو پرتا کلیچ. تا مردنت را نبینم انجام نمیدیم. میدونی فرهاد، کشتنی تو برای من بازی کودکانه است. بی نهایت آسان. با یک تیر مغزی سرت پاش میخورد. مرا کشتن چنان دشوار است که در درون من نه یک بلکه هزارها فرهادها هست. حمزه، شیرین، غریب، بلال، درویش، ستلمیش، همه این نام ها را من در دل جای کردم. یک انسان را تنها یک مرتبه میکشی، اما گناه های گرفته در آن دنیا تو را میکشند، زنده کرده باز میکشند. این آدمان را تو بار دیگر کشته نمیتوانی، برای آنکه من بعد ما ابدی هستیم.
میدانی انتقام درون انسان را با مانند آتش میسوزاند. چشمانت را، دلت را، جیگرت را. هنگامی هر نفسی گرفتد آوازش گوشهایت را کر میکند. برای زندگی کردن باید آن آتش در درون داشتت را خاموش کنی. آن نامهایی که گفتی اگر همه آنها را تکرارا گلوگیر کنم هم آتش درونت را خاموش کردن نمیتوانم فرهاد. برای آن که از من دخترم را گرفتی، تو از من یلدیز را گرفتی. به اطرافت نگر، بین، به اطراف نظر کن، بپرس آنها کیستند. مادرت مرده باشد خواهرت هست، اگر خواهرت مرده باشد دوست داشته‌ات هست، اگر دوست داشته‌ات مرده باشد رفیقانت هست. اما من چی؟ تو از من دخترم را گرفتی فرهاد. در اطراف من بغیر از یلدیز دیگر کسی نبود. داو پرون زود باش ظفر. جناب تحسین، شما اماکی صراف را جویید. من باشم رفته گل رو میکوبم. با خبرهای خوش بخوریم فرهاد. خودت را احتیاط کن. فرهاد، گل باز مرا ترک نکردی ها؟ این خیل با آسانی از من خلاص نخواهی شد. راستی گپ هنگامی نبودنت کمی دم گرفتم، گویا که در تعطیل باشم. فرهاد، اماکی صراف را نجات دادید. ایاز و جناب تحسین با جستجوی او رفتند. اماکی صراف، خدا را شکر. امک مرا ببخشید امک. این همه مصیبت با سبب من به سرتون آمده. ببخشید. خدا بزرگ است. پسرم این خیل نگوی. شمایان کوبه بازو و دلتان را برای دوا دادید. من باشم دعای ناچیزم را دادن و هم هیچ بد نشد. پسرم همین دور به حضور خدا رفتن را یاد کرده بودم. از این برمی آید که حالا وقتم نرسیده است، اما مسافری این را به هیجانش برای من بسنده است. پسرم افسوس همه حجت ها را آتش زدن. آرزوهایمون، صبر سالهای گذشته‌مون، آینده‌مون، همش خاکستر شده. این دنیایی نیست که خوبان غالب شود امک. دائما ظلم ظالم ناچارها را میزند.
کمی آهسته ران ظفر، همش گذشت. در حقیقت پس سر کردیم. آخر قماندان شما ماشین رو با سرعت میرونید. خیریت خدا نگاه داشت، وگرنه بس آدم دوچار میشدیم. اردی که نابکار، در اینجا چی کار میکنی؟ جناب من پرنده نمیتوانم. آدمان حمله کردن، من باشم در درون ماشین پنهان شدم. چه خیلی پرنده نمیتوانی؟ پس چطور اعضای ژیتم شدی؟ در ارتش ناگهان دست رفیقم رو شکستم. همین طور قماندانم مرا به ژیتم فرستاد که اینجا موفق شوم. زود از ماشین فرار، به نزد رفیقانت برگرد، یا همراه آنها مبارزه برده میمیری یا این که نمرده صحت و سلامت به نظرم برمیگردی. فهمیدی ها؟ از ماشین فرار زودتر، وگرنه تو را برای عبرت دیگران شدن میپرانم. اما جناب فرا گفتم، زود. اطاعت قماندان. فرا. ظفر هی کن. خوب شد از قماندان. احتیاط کار باش، باز به صد من دوچار نشوی. چی شد؟ احوالش چطور است؟ صحت می شود؟ شما با بیمار کی می شوید؟ ما نیت اویله دار شدنی داشتیم، حتی به نکاح رفتنی بودیم، ناگهان چنین شد. از دستمون چی کاری که باید میکنیم؟ شما خواطر نشوید، لیکن خونی بیمار خیلی کم شده است، عاجلا به خون نیاز دارد. بیمار یگان نفر نزدیک اکا، دادر و یا خواهر دارد. گوش کنید جناب، اگر بیمار یگان نفر نزدیک داشته باشد با ما گویید که خبر دهیم، وگرنه احوال بیمار طرف بد می شود. اکا هایش صفر ایر اش لازم است. بله از آن من موافق است. اگر خواهید از من گیرید. زود همراهی من بیایید. قماندان قماندان شما خوب هستید؟ قماندان یگان چیز گویید آخر خوب هستید؟ کمی پس در طرف راست است ظفر. ماشین را دار گفتم ظفر. از ماشین فرا ظفر. فرا ظفر. کمی پیش ما چی کار کردیم ظفر؟ فرهاد را از دست ما گریزاندیم قماندان. کمی از طرف مثبت نگاه کن ظفر. چی خیل؟ فکر کن، در دست آنها بر ضد ما یگان دلیلی هست؟ نیست. ما حجت ها را چیکار کردیم؟ آتش زدیم، نیست کردیم، دراندیم. همین خیل نیست؟ این درست است؟ بله. این طور باشد حالا چیکار میکنیم ظفر؟ نمیدونم. رقص میکنیم. دستانت را بردار ظفر. چه خیل؟ این خیل. ای ایزی بدبخت، سوختم ایزی بدبخت، رقص کن. از مادرش قماندان، از مادرش رنجیده در بام خواب کرده است. ای بچه شیرین، ای جوانی خوب ای است. از مادرش رنجیده در بام خواب می کرده است. سوختم جوانی بدبخت، ای ایزی بدبخت، رقص کن. سوختم ایزی بدبخت، از مادرش رنجیده است. سوختم ایزی بدبخت، رقص کن، رقص کن. دین دین دان 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 دین دان. جزایی همتون را دادم، از همتون خلاص شدم. جنبان ظفر، جنبان. به همش من سبب شدم. اگر من گپ نمی زدم امروز آن حجت ها در دست ما می شد. اما که سراف را نیز به خطر گرفتار نمی کردم. تو خطایی نکردی. برای خائنی های کلیچ خود را گناهگار نکردن را تو به من یاد داده بودی. حالا باشد نوبتی توست. الکی کاری شدگی شد. خوش کنون چی کار میکنیم؟ همه چیز را به آخر رساندیم جناب تحسین. نه از اول سر کرده میتوانیم و نه از نصف دوام داده میتوانیم. نمیدانم چیکار کنم. هیچ غم نه پسرم، چقدر که مردم میگویند پایان شب سیاه سفید است. پس از هر یک مشکلی آسانی نیز هست.
انتظار می شوید. صبر کرده انتظار می شوید. اگر ما از مبارزه دست کشیم دیر دوام نمی کند. پس از 10-15 سال خیانت تمامی کشور را احاطه می کند. احوالمان از روزهای وزنین جنگ دوم جهان هم وزنین تر می شود. حاضر اگر گوییم این به نظر افسانه برای می تابد، اما در آن وقت این ملت این روز سختی تلخ را می بیند. از یک طرف خزینه دولت طلب و تارا شود، از طرف دیگر باشد زمین پاره پاره می شود. برای این ما باید کوشش کنیم. اگر کوشش کنیم روزهای نیک نزدیک می شود. انشاءالله. خدا خواهد امک سراف، خدا خواهد. برای واخوری نزدیک پچلی آمدم. تو کستی؟ البته به اینجا بیکار اومده نمی شود. آخر بیعقل هستم. تو از من کد رو میخوایی؟ مزدکه. چی میگوی خواهرم؟ از پس کارش شو. اینطور باشد این نیست. ندانم کلمه پیچیلی رو به مزدکه مانند کردم. اینطور باشد که درست بوده است. یافتم. اگر نبینی اصل می شود ببینی کوه می شود. شبانه مرا به بلا گرفتار نکن. رو از پس کارش شو. خدایا توبه. گپ دارم. یک دقیقه. سرده نزدیک نشو. تو هم نزدیک نشو. تو اون جاسوسی که در اون خونه فرما بودی همون نیستی؟ با درون رفتیم. راه گرد. یک دقیقه کد خطا بود مگر مزدکه نبود. ایستید. یک دقیقه ایستید. این آوازی کیست؟ آیشه؟ بی‌ضرر است. آیشه چی شد؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ برای بیکار یعنی بخبر آمدن عذر میپرسم از همه اتون. خوش آمدی دخترم، خوش آمدی. آیشه از تو میپرسم در اینجا چی کار میکنی؟ در دست من چیزهایی هست که آید شماست. اینها رو هنگامی از نظر گذراندن آتش زدنی بودن. من باشم. یک دو تاش را پنهان کردم. حجت ها. اینها حجت ها است. آفرین به تو. تو میدونی چی کار کردی؟ ای باز چی کار کردم قماندان؟ مگر سلام ندادم؟ آیشه اردگر زروم امر کنید قماندان. داد زن آیشه، داد زن. امروز چقدر که توانی داد زن. چی شد؟ نتیجه توموگرافی را نیز دیدن میخواهم. احوالش چطور است؟ جراحی با موفق گذشت. خطر را پسی سر کرد. خدا شفا دهد. سفسطه نخوان سواش. به خود بیا. تو چی نقشه داری فرهاد؟ با این حجت ها چی کار میکنیم؟ اگر خواهی به مرد زنگ زده به پخش مستقیم برآمد کنیم. جناب تحسین، برای حل کردن این کار به قوه بزرگتر نیاز داریم و من کی بودنی این قوه را میدونم. کی؟ اوف، دیروز به نهایت بسیار نوشیدیم. سرم درد میکند. اسرا قهوه تیار کن. کلیچ سواش باز به خانه نآمد. به این هم بیاید سحرگاه می آید. چی شد گویم یگان چیز هم نمی گوید. کمی با پسرت مشغول شو، صحبت کن. معلوم است که پسرمون چی درد دارد. اسرا، سحرگاه سرم را درزمال نکن. چیزی که گویم همان را کن. فهمیدی؟ نمیخواهم که طبع خوشم را ویران کنی. البته سواش باشه تبد میپرد. اما یلدیز میشد زود به نزد دختر دویده میرفتی.
تو چی گفتی ها؟ تو چی گفتی حیوان؟ گوش کن، باری دیگر نام یلدیز را به دهان نگیر. باری دیگر گفتی تو را میکشم حیوان، فهمیدی؟ میکشم. در را کشا، زود. زود. تینجی است؟ کلیش دهن در خانه اند؟ بله، اما فانه را با فانه میبرند. چی شد؟ مگر انقلاب شد؟ قماندان، به ما هرچی فرمایند اجرا میکنیم. شف نگفته شفتالوگوی. امر نمودند که شما را دستگیر کنیم. این را پرتا مسخره میکنی. فهمیدم زفر این ماست. اکنون گپ زن زفر بیاید. خود پروکرور قرار کرده است که شما را دستگیر کنیم. التماس ضدیت نشان ندهید و این روند را با اصول خاصه عملی کنیم. پسرم، حذف کردید بس. همین خیلی نه؟ اکنون زفر را جیغ زنید بیاید. بس هست، از چهارچوبه نبرایید. زود از خانم دفع شوید. چی کار میکنید حیوان ها؟ برای چی دستگیر میکنید ها؟ اگر به فرمان ضدیت نشان دهید مجبور میشویم که قوه استفاده بریم. حیوان، اگر یک دست افسر بیاید هم مرا از اینجا برده نمیتوانید. شما خود را کی میشمارید ها؟ رتبه‌تان را آتش میزنم. پسرم، من کلیجدهن هستم. گنرال پالکونی کلیجدهن هستم. فهمیدی؟ همه تان را نصف میکنم. او را برید. همه تان را نصف میکنم. افسریتان را میگیرم. همه تان را نصف میکنم. اسرا به سفر زنگ زن. سارتیهت، من قماندان شما کلیجدهن هستم. گنرال پالکونی کلیجدهن. و من نباید این طور رفتار کنید. خائن ها، بیناموس ها، در دستتان دلیل ندارید. نه دلیل بلکه حجت از کلیجدهن. آنها ساختند قماندان. اگر یگان چیز ساخته باشد این هم تو هستی. جوابی کارهای کرده‌ات را یک به یک میدی. گوش کنید گنرال، من هم به مانند شما افسری با شرف هستم. حالا اجازه دهید تا لباسی افسریم را بپوشم. خلق مرا در این احوال نبیند. یگان روز بیگناه بودنم اثبات می شود. من بیگناه هستم. تو به شهیدانی که این لباسهای حربی را همچون کفن میپوشند خیانت کردی کلیجدهن. برای همین به نزد خلق آنگونه میبرایی که به تو زیبنده است. برید خائن را. گنرال، امروز اویدی گنرال پالکونی کلیجدهن برای نشر خبرهای تازه در نزد خانه‌اش ایستاده. همسرش اسرا دهن تا حال از خانه نبر اومده. مسئولان پرونده فاش شده اویدی کلیجدهن این فاش شدن تیرهای روی پوش شده ترکیه را نیز در بر میگیرد. موفق شدیم. بله یکا. در آخر کار کلیش رو فاش کردیم دادرم. اردک، با شرافتی تو شد. سلامت باش. برای همه کارهایتان تشکر جناب اکرم. من تنها وظیفه‌ام را اجرا کردم. من در حیاتم همه آنهایی که به من خیانت کردند بخشیدم، اما به وطن خیانت کردگان را هیچگاه نمیبخشم. با چنین حجتها قلیج رهایی نمی‌یابد؟ به شما کفالت میدیم که این کار را شخصا خودم نظارت میکنم و به کلیج جزایی لازمی وزنین ترین را میدیم. ما باید منفیت وطن ما را حفظ کنیم. خدا از شما راضی باشد جناب اکرم. تا دمی که وطن شما بر این افسران دارد ما درهایمان را کشاده خواب میکنیم.
حیوانها مرا از اینجا برارید. کلیج دهان هستم. امروز اویدی گенерال полковник کلیج دهان برای نشر خبرهای تازه در نزد خانه‌اش ایستاده. همسرش اسرا دهان تا از خانه نبرآمده است. مسئولین پرونده باز شده اویدی کلیج دهان اینفو شدن سیرهای روی پوش شده ترکیه را نیز در بر میگیرد. در آخر تمام شد گل. گویا که دردهای دلم را رفته برده باشند. براحت نفس گرفتنم را حس کردم. چقر چقر نفس گیر. ما هم حق زندگی کردن را داریم. نترسیده زندگی کردن را نمیدونم فرهاد، اما فکرشو کردن هم خوب است. من بد همه دوست داشته هایم با من هستند. باز چی هم میخواستم؟ خدا خواهد بیعز را نیز پیدا کنیم. آن وقت همه چیز خوبتر می شود. انشاءالله. از شما عمر باد قرض دارم. برای نیکی هایتون خدا از شما راضی باشد. این درگاه برای شما بدن کشاده است فرهاد. اکنون رفتیم به درون درویم. هوا بسیار خنک شد. خوب. جانان، برای ما دیگر مانع نیست و شرط نیست که مخفی اویله دار شویم. خوب، اما اول کارهایت رو برامون. آخر سراسیمه نیستیم کو. نه، این دفعه چیزی رو به تأخیر نمیگذاریم. میخواهم بر وقتتر اویله دار شویم. یک لحظه با من بیا پسرم. تینجی است اماکی صراف؟ تینجی است پسرم، تینجی. بیا گذر با من میشین. دلی دادرد از ولکان بر این آتش گرفته است. وقتی آیله دار شدنش آمده است. مادامی که تو سروری آیله هستی و این حادثه نیک، تو باید راهبری کنی. که خواهند آیله دار می شوند امک. من زید نیستم، این را او خود حل می کند. این خیل نمی شود پسرم. باید رازگی پدرش را بگیرد. یعنی گفتنید که شکلات و گولی را گرفته به نزد هلدون روم؟ به چشمان قاتل پدرم نگاه کرده با امر پروردگار و قول پیامبر گفته صبر پسرم، صبر تلخ است و میوهش شیرین است. بعضا به دلت سنگ را گذاشته برای خرسندی نزدیکانت زندگی میکنی. یک وقتا سخن حضرت ابوبکر را به تو گفته بودم، نمیدانم که در یاد داری. خدایا وجودم را چنان کلان کن که در جهنم برای دیگر آدمان جا نماند. بجای آن که چنین زندگی کنی، این نفرت و این کین برای چی پسرم؟ او دادر من اماکی صراف جان و جگر و نفسم هست. برای او دنیا را زیر و زبر میکنم، دنیا را. اما در دنیا یگان سیر تا ابد نمیماند. روز شود و فهمد چی میشود. سوخته خاکی سر نمیشود مگر. عشق و محبت دل را ملایم میکند پسرم. حالا میبینی کمی وقت گذرد، آن وقت میبینی که نه زخم و نه جراحت میماند. پسرم، اطراف خانه پر از روزنامه‌نگار. چی گپ است مادر؟ برای چی پدرم را دستگیر کردن؟ او چی گناه کرده است؟ برای چی؟ چقدر وحشی بودن پدرت رو نمیدانی؟ اکنون چی می شود؟ این کاری او است ها؟ این کار را پدرم کردند. سواش، میخواهم که به من وعده ده پسرم. تولا میکنم هیچگاه با پدرت مانند نشم.
ту ба монанди ӯ нестӣ. шояд намедонӣ, аммо даруни ту пурзи марҳамат аст, ишқ аст. лекин бо сабаби талош онҳоро дида наметавонӣ. ягон рӯз шахсе пайдо шуда ҳамаашро ба ту нишон медиҳад. чӣ қадар инсони нек буданатро ба ту нишон медиҳад. ба ту ишқ, дӯст доштан ва кӣ буданро ёд медиҳад. танҳо интизор шав, аммо бо марҳамат интизор шав. ҳеҷ гоҳ дилат ба монанди падарат санг нашавад. илтимос, илтиҷо мекунам. من کلجدان هستم. مرا حبس نخواهید کرد. من قهرمان خلق هستم. من قماندان هستم. قماندان شما هستم. من کلجدان هستم. من کلجدان هستم. مرا در اینجا حبس نخواهید کرد. مرا در اینجا حبس نخواهید کرد. مرا برارید. ارتشها را راهبری کردم. من افسران را راهبری کردم. مرا در اینجا حبس نخواهید کرد. برارید. من کلجدان هستم. ای سرم، به فکرم میمیرم. این چی مصیبت بود به سری ما آمد پسرکم. وای چی گپ است؟ به این چی شد؟ به خواستگاری اپم میوند. پس خوش رفت. چی؟ اپت؟ کی خواستگاری میآید؟ خواستم که شاهزاده منکو گویم، لیکن ایازی بدبخت خواستگاری میآید. ای از تنها باشد خوبتر بود. باز اکش پیدا شده است. به این احوال ما نظر کن. از سوش دهند و گونیالا. اکش؟ این چی میگوید؟ آخر اکش است. کلید دهند طریقی آینه نیلگون گفت. فرهاد بوده است. کی بوده است؟ آن همون به خواستگاری دختر میآید. فرهاد؟ فرهاد؟ کلجدان. کلیچی برباد رفته. مگر تو آدمی که به این احوال گرفتار شدی؟ در نزدش کوه را به لرزه می آورد کلجدان. شغال ها نامت را شنوند راهی گریز می گرفتند. نه، این آنقدر هم آسان نمی شود. من خود را به شما آسان تسلیم نمی کنم. نه، اینطور نیست. خود را به شما تومه نمی کنم. من جان خودم را خودم میگیرم. ما خواستیم که کلن از آن جوانی بدبخت خلاص شویم. باز اولادش به سرمون آمد. امروز اکش پگاه کی میداند که کی میآید. آمدند. برای چی راست میستی؟ رفته برای مهمان های گرامیت در را کشو.
خوش آمدید. خوش باشید. مرحمت. салом хонуми бек, ман гул ҳастам. салом. гузаред, инҷо бишинед. марҳамат. марҳамат. فرهاد، تو را میشناسم. تو را بسیار خوب میشناسم هلدون. پدر رحمتی هم همیشه درباره تو گپ میزد. به یکدیگر آب از گلویتون میگذاشته است. تو با بیچارگان کمک میکرده ای، با کمبغلان نان میداده ای. پدر رحمتی هم درباره تو همین خیر میگفت، تا آن لحظه که با آن بیناموس پدرم را هر دو یک جای از پشتش پراندید. شاید تو فیشنگ رو پخش نکردی، اما با پخش کننده مانع هم نشدی. کوه بر این پدرم را در پیش چشمم کشتید حیوان ها. فرهاد، گپ نزن. حالا میدونی چی کار میکنیم؟ خب میکنیم. من برای خاطرات پدر و مادرم و برای خوشبختی دادرم مهر خاموشی بر لب میزنم. تو هم خاموش میستی. یک عمر پدر عیاش شده نمیتوانی. برایش نگاه میکنی و دامادم میگویی، اما پدرش شده نمیتوانی. برای آنکه تو قاتل پدرمان هستی، این برای تو در این دنیا جزا می شود. میدونی بیاس، امروز مادرم به من تو انسان خوب هستی گفت. من خوب هستم نمیدونم بیاس. نه خود انسان خوب برای قصاص شخص دیگر رو به چنین احوال گرفتار کند. جانم درد کرده بود وقتی که ایاز جانان رو از من گرفت، گویا که از جانم پاره گوشتی رو کنده گرفته باشد. ایاز جانان را، قلبم را کشیده برد. جانان را بسیار دوست می داشتم. دیگر یگان کاری کرده نتوانستم. پدرم به من مرحمت و محبت باری هم یاد نداده است. تنها برای گرفتن قصد چقدر وحشی بودنش را یاد داد. قلیچ دهن مغلوب نمی شود. اما من امروز مغلوب شدم بیاز. مغلوب شدم. مغلوب شدی کلیج دهن. مغلوب شدی. تو رو برای قصد گرفتن استفاده نمودم بیاز. من بعد اصلاح نمی شوم. این کار راهی برگشت ندارد. برای آنکه دهنها کاری سرکردهشون را با آخر می رسانند.
افسوس آن خون شیطانی در رگ‌های من هم سیر میکنند. شاید در حقیقت مرا دوست داشتی، اما مجبورم، نمیتوانم. برای از اکای ایازت قصد گرفتن مجبورم که این بازی را دوام دهم. بیاز بیاز من میبینم تو آمدن من سر نکنید. پچلی تاریک، پچلی. سواش چرا خاموشی؟ سواش. بله، با تو گفتم. بیاز، با سبب من به این احوال گرفتار شدی. اگر من نمی شدم باز چند باری دیگر به تو گویم؟ چند باری دیگر شنیدن میخواهی؟ من ایاز رو دوست میدارم. ایاز رو. اگر من یک روی نمی کردم، تو رو دوست داشته اویله دار می شویم نمی گفتم، این حادثه به سرت نمی آمد. خلاص این آدم کیست؟ غلامی در ماست؟ عقلش گریزان است، قلبش گریزان است. به همش من سبب شدم. اگر من گپ نمی زدم امروز آن حجت ها در دست ما می شد. دیدم اکا، دیدم. او از حیات در گریز است. سلسله فیلمی گریزه، روزهای نزدیک در تمام نقطه‌های فیته فروشی. толори мебели акрам намунаҳои нотакрори мебели истеҳсоли дубаю, малайзия, россия, чин ва ӯзбекистонро ба шумо пешниҳод менамоянд. тареи зебову дилхоҳ, намуди назаррабо ва албатта дурдонаҳои машриқзамин акнун дар дастрасии сокинони пойтахт. анвои мухталифи ҷиҳоз барои манзилу коргоҳатонро аз толори мо харидорӣ намоед. мебел барои хонаи хоб, ошхона, меҳмонхона, мизу курсиҳои мувофиқ ба ҳар завқ бо нархи дастрас ва ҳам бо тахфифи 30%. суроға шаҳри душанбе, маҳаллаи 33, кӯчаи ҷаббор расулов 71, каср 7. толори мебели акрам. мехоҳед дар муддати кӯтоҳ донандаи забонҳои англисӣ, русӣ, хитоӣ, олмонӣ шавед? пас маркази омӯзишии TMC Education Group-ро интихоб намоед. омӯзиши забонҳои хориҷӣ бо мавҷудияти асбобҳои сайқалдиҳии маҳорати нутқ, намоиш додани филмҳои хориҷӣ ва таҳлилу баррасӣ, курси омодагӣ барои супоридани TOEFL, 1S муҳосибот, курсҳои омодагӣ барои довталабони макотиби олӣ бо ҷалби устодони варзида, вақти кӯтоҳ ва нархи дастрас. TMC Education Group, ҳамқадами замон бош. 987 73 27 27 93 503 27 27.